دوستان سلام، آمدیم شهرک چرخاب. این شهرک فقط در 50 متری سرک قیر موقعیت داره. سرکی که طرف بدخشان و تخار، خاناباد، اقداش میره، شهرهای کندوز تخار رو میگه. یعنی در این شهرک با حدود 300 نمره است و این شهرک رو برشت است. شما در تصویر میبینید مردم آبادی میکنه، سرمایه گذاری کرده. اینجا ما یک نمره زمین بسیار با موقعیت خوبش، اینا پشت اینمی تعمیر سرز. اینجا 3 بسوه داریم. 2 بسوهش قبلا فروخته شده که از نوش دوم و 3 بسوه دیگهش متوقعی که از نوش سوم یا که ما ثبت است. هر دوستی که علاقمند باشه در چرخاب در شهرک نمره بخره. ما خوب نمره که مناسب با موقعیت عالی اینجا داریم. این مردم هم کار میکنه، چهاردیواری ها و آبادی ها روان است. فقط هوا کم سرد است، یعنی این ماه عمل دیگه اینجا کارا شاید خدا میگیره. این نمره یک دوستا، این یک طرف شام همسایش نمره دیوال کرده. این نمره است، از نوش سومیه. در نوش هم تعمیر خانه زود شده. 2 بسوهش قبلا سودا شده و این 3 بسوه مانده. این کوچه کارهای ساختمانی و شلات ادامه داره. می‌بینید که آخر کوچه را مردم کار کرده بیستن و کار میکنن.